سلام دوستان، اومدیم با یه بازی فشار دیگه. باز دوباره ما اینجا صدامون قطع شد. لطفا ساب کنید، لطفا لایک کنید، لطفا کامنت بذارید. ازتون چیزی کم نمیشه شمایی که دارین نگاه میکنین تا بتونم حداقل یک کانتنت بالتر، یک کانتنت بهتر براتون بسازم. خواهش میکنم. خب ما آمدیم اینجا. این بازی هم آسون بود ولی بازم من گفتم اگه 2-3 بار بیافتم دیگه بازی رو تموم میکنم. خب میری بالا، این بازی نوشابه میگیرین. من آخر نفهمیدم این نوشابه به در چی میخواد. اگه شما میدونین کامنت بذارین. خب اینجا باز دوباره نوشابه خوردم. از این نمیدونم سیمای برق چیه، از اینا باز دوباره رفتم بالا. خب اینجا آمدیم جلوتر. هی میری بالا، هی میریم بالا. بعدش یه جاش بود یه تخت خوابی بود میپرید روش، خیلی خوب بود. اونو الان نه اینا اینجاش. من اولا بلد نبودم بعد چیکار کنم، یهویی پریدم، گفتم چرا یهو رفتم بالا. اینجا اشتباه کردم. بعد باز دوباره رو تخت خواب اونجایی میرفتم، حواسم نبود. رفتم اینجا بالا، فکر کردم خب برای اولین بارم به خاطر همین دیگه برام سخت بود. خب اگه الان باز دوباره برم این بازی رو بازی بکنم راحت میرم تا آخرش، که نمیگم میرم ولی بیشتر از الان میرم. خب اینجا یه بار افتادم، گفتم اگه 1-2 بار دیگه بیافتم بازی رو تموم میکنم که دیگه شما خستتون نشه. باز دوباره این رخت خوابه رو دیدم، یه پرشی روش کردم، اینجا پریدم. باز دوباره میریم بالاتر. اینجا هم باز میافتم. خب این چیزیش که باش تکونش میده آنالوگ بهش میدن، چی بهش میدن نمیدونم. این که تکون چپ و راستش میکنه خیلی بد بود اصلا. یه بازی دیگه هم کردم، اون یکم کیفیتش از این بهتره و بالتره. اون یکم اگه کامنت بذارید اون یکم براتون آپلود میکنم که خیلی باحال شده، خیلی خفنه. یه کامنتی ببینم جوابش هم میدم، لایکش هم میکنم. یه کامنتی ببینم حتما ویدیو بعدی رو آپلود میکنم. خب ما اینجا روزی 3 تا ویدیو میذاریم. حتما این 3 تا ویدیویی که هر روز میذارم دنبال کن، چون که براشون خیلی زحمت میکشن. هر یوتیوبری میبینی نهایتش روزی یه دونه، نهایتش 3 روزی یه دونه میذارن، ولی من روزی 3 تا دونه ویدیو میذارم. و حتما دنبال بکنید. ویدیوهای کالاف میذارم، ویدیوهای گیم میذارم. اگه فالوورام و باز دیدم به 1000 تا برسه ویدیوهای 24 ساعتی و باحال میذارم، خیلی باحال. خب دیگه حرفامو تموم بکنم. خب اینجا افتادم و دیگه گفتم اگه بیافتم ویدیو تموم میشه. خدافظ.